تا حالا فکر کردید چرا شیر سلطان جنگله؟ با اینکه ورزیدگی گوریل رو نداره، قدرت بازوی خرس رو نداره، سرعت پلنگ رو نداره، درندگی گرگ رو نداره، پس چرا شیر سلطان جنگله؟ برای اینکه شیر تا گرسنه نباشه شکار نمیکنه، یعنی درنده خونیست. به وقت گرسنگی شکار رو به اندازه نیاز میکنه، یعنی طمعکار نیست. در بین حیوانات همیشه قوی ترین رو انتخاب میکنه، یعنی ضعیف کش نیست. از میان حیوانات ماده باردارا رو شکار نمیکنه، یعنی رحم و شفقت داره. بعد از شکار اول خانواده‌اش تغذیه میکنه، یعنی از خودگذشتگی داره. هیچ وقت پس مونده غذاشو دفن نمیکنه، یعنی نظر بلنده. و به وقت پیری از خانواده جدا میشه، یعنی سربار نیست. انشالله که هممون